سلام به کل شما دوستان عزیز. این نشر نوبتی برنامه ترانسفر در عمل است و ما باز هم به کارهای بازاری ورزشی رقم اول دخالت میکنیم یا به گپی دیگر کاردار میشویم که در کیسه فوتبال بازان چقدر پول است. نفر نوبتی که از جانب چلسی در بازار تابستانی شامل تیم کرد مویسس کایسدو از برایتون می باشد که بر عوض 115 میلیون فونت رکوردی به لندن آمد و شرطنامه زیر نقشه 8 جمع 1 امضا کرد. لیورپول نزدیک بود که اکوادوری 21 ساله را بر عوض 110 میلیون فونت به دست آورد، ولی بازیگر هم دیده و دانسته از دسته کلوب دست کشید، زیرا در چلسی پول بیشتر است و شرایط ها هم بهتر و بهتر. یوونتوس باشد برعکس خرید دیگران دنیس زکریو را بر عوض 20 میلیون یورو به موناکو فروخت. بازیگر در صفی دسته عضوی لیگ یکم شرطنامه 5 ساله را به کف کرد. تورینی ها باشد این بازیگر را بر عوض 4.5 میلیون یورو خریدند و با نرخ 5 مرتبه گرانتر از مانیگاسکیو به مانیگاسکیو فروختند. خلاص که بعد آن تحریمات سنگین مالیوی در یوونتوس نیز سودا را از کمور فروشان قشلاق ما یاد گرفتند. نماینده سابق چلسی نمانیا ماتیچ از روما به رین آمد و طبق شرطنامه 2 سال دیگر در فرانسه میماند. سربی 35 ساله بعد جنجال‌ها با ژوزه مورینیو قرار کرد تیم ریمی را ترک کند و در نتیجه این قرار ریمی‌ها هم از رفتن جنجال کننده خلاص شدند و هم بیش از 3 میلیون یورو فایده دیدند. الکس اکسلی چمبرلین تماما نادرکار برای تیم کلوب و بازیگر آزاد هم به مثال دیگران در چمپیونات ترکیه در کار شد. بشکتاش باور دارد که در مسیر 3 سال از بازیگر انگلیس بسیار چیزها را انتظار شدن ممکن است. اگر او سالانه 2.5 میلیون یورو به انگلیس فرستاند، الکس اکسلی چمبرلین بر زمین بهر امضا کنی شرطنامه با ترکان 1.5 میلیون یورو گرفته برای دایر کنی هر بازی 10,000 یورو میگیرد. خلاص که اگر کدام از کارگران کرایه در فرم این فوتبال باز کار کند هیچ پروای پول را نداشته باشد. در فیورنتینا بعد آوردن بهترین نشانزن ریور پلیت لوکاس بلتران با ارزش 25.5 میلیون یورو اندک نفسی چقور کشیده شد. شرطنامه با بازیگر 22 ساله تا تابستان سال 28 بوده. بلتران امسال 12 گل در چمپیونات آرژانتین و 4 گل در جام لیبرتادورس به ثمر رسانید. هر دوی نشاندادها در دسته بهترین دانسته می شوند، ولی بنفش رنگ ها را چی پروای با آن وقتی در 6 بازی فیورنتینا بعد ضربه‌اش تا حال یگان گل نشده است. یک دروازه‌بان نامعلوم در کجای امیو با نام ماتی کووارش به صف بایر پیوست و شرطنامه تا سال 27 امضا نمود. موسم 22-23 دروازه‌بان 23 ساله در اسپارتا پراگ گذرانیده عنوان قهرمانی چخیا را به دست آورد. در چمپیونات چخ کووارش 28 بازی گذرانیده 10 بازی را بدون سر دادن گل سپری کرد، ولی خابی آلونسو هم به مثال امیو این دروازه‌بان را در کورس‌های احتیاطی جای نرم و چای گرم می‌دهد. ارسنال باشد بعد گسیل‌کنی زیادی بازیگران در فرودگاه هیترو اخیراً یک دروازه‌بان را به اجاره گرفت. این هم دوید رای از برندفورد است که به نظرم نشستن در کرسی احتیاطی را از بودن در میدان برایش افضل تر می‌داند. دروازه‌بان 27 ساله در صف تیم لندنی رقم 22 این را انتخاب نموده. ارسنال برای اجاره 3 میلیون پوند پرداخت می‌کند و بعداً اگر بخواهد دروازه‌بان را با ارزش 27 میلیون یورو خریداری می‌کند. موسم قبلی رای در صف برندفورد 38 بازی گذرانید و در 11 رقابت به دروازه‌اش گل سر نداد. این موسم باشد از کنار میدان تماشا خواهد کرد که چطور آرون رمزدیل به دروازه‌اش گل سر نمی‌دهد، اگر البته خود رمزدیل به چنین حال گرفتار نشود. تیم دیگر لندنی با نام چلسی بهترین بازیگر جام جهانی U20 چزارو کازادی را به اجاره به لستر روان کرد تا در چمپیونشیپ تجربه بیشتر بگیرد. فوتبال بازی 20 ساله نیمه دوم موسم قبلی را نیز در چمپیونشیپ در ریدینگ گذرانیده بود. در جام جهانی اخیر میان جوانان باشد کازادی 7 گل زد و بهترین نشانزن و بهترین بازیگر مسابقه شد، ولی برای چلسی فرق ندارد. هیئت بسکتبالی را باید از جوانان و
نالازمان تازه کرد. اینتر میلان هم در پیشروی موسم نوین همه گونه ارتباطی ترانسفری انجام داد و یکی از آنها اجاره دفاعگر کارلوس اوگوستو از مونسا با حق خریداری بیش از 13 میلیون یورو می باشد. برزیلی 24 ساله تا آخر موسم در تیم میلانی بوده. موسم قبلی چمپیونات ایتالیا اوگوستو 35 بازی گذرانید، 6 گل و 5 پاس گلی با آمار گرفت. این موسم باشد در همه بازی‌های اینتر اشتراک کرده، یک پاس گلی هم دارد. روشن‌ترین و غیر انتظارترین گزارش تابستانی که 3 مراتبگی دیگر گفتن درباره آن کم است، این سفری بر وقتی نیمار از تاپ 5 چمپیونات اروپایی است. با گفته دیگر ما گزارش نیمار از PSG به الهلال را در نظر داریم. نیمه‌نهاییگر منتخب برزیلیا با مهلت 2 سال با تیم عربی شرطنامه امضا نموده. PSG از این گزارش 120 میلیون یورو کار میکند، در حالی که خود یک زمان 222 میلیون یورو مصرف کرده بود. نیمار باشد میتواند در زمین عربیان 160 میلیون یورو به دست دارد و حیات پرکیف و صفای خویش را باز هم شیرین‌تر نماید. ولی خوشبخت‌تر و خرسندتر از خود نیمار مباپه است که در تیم پاریژی دیگر نه مسی برایش صدگذار است و نه نیمار دیگر نازی زیادتی میکند. دیگر چی پول است که سه شیخان پاریژی میبراید، همگی قربان ناز و مغروری های خود مباپه می شود. از فوتبال و نتیجه های آن باشد در پاریژ عموما نپرسید، زیرا آنجا رقم اولی چمپیون همیشگی پول است. برزمی گسل نیمار به ملک سعودیان، همچنین PSG دفاعگر منتخب سنگال عبدو دیالو را به العربی قطر فروخت و 15 میلیون یورو شامل خزینه کرد. بازیگر 27 ساله آفریقایی شرطنامه 4 ساله با قطر بسته به صف PSG سال 2019 گزارش کرد. در 75 بازی و 7 جایزه دارد، ولی موسم قبلی را در اجاره در لیپزیگ گذرانیده بود. اینتر هم برای آمادگی بیشتر اونیون برلین با کمکشان شتافت و رابین گازنس را برایشان ارزان کرده فروخت، یعنی 15 میلیون یورو در بازار حاضره فوتبالی و گفتی سوداگران بازار کاروان نرخ است که در هیچ جا یافته نمی شود. اگر به غیر از PSG عاید فوتبال فرانسوی سخن رود، لیون آنجا تماما حالی زار دارد. هرچند از کریستال پالاس دفاعگر جیک اوبرایان خریداری شد و این هم دومین ایرلندی در تاریخ باشگاه است. لیون از زینه آخر لیگ یکم بالا شده نتوانست. بازیگر 22 ساله باشد با المپیک لیون شرطنامه تا سال 27 امضا نموده. دسته لندنی از این ترانسفر 1 میلیون یورو گرفت. خودی PSG باشد بعد آنی که مسی رفت و گپی دیگر لاتین امریکاییان در پاریژ نمیگذرد، پاریدس را بر روما فروخت و 4.5 میلیون یورو هم به دست آورد. ارژانتینی 29 ساله با ریمی ها شرطنامه تا سال 25 امضا نموده. پاریدس علاقه در صف روما سالهای 14 15 16 17 بازی کرده بود. PSG باشد بعد آنی که سال 2019 از برای پاریدس 47 میلیون یورو بزینی داده بود، با ارزش 10 مرتبه کمتر اخیراً از او خلاص شد. دسته انریکه همچنین ریناتو سانچش را بر روما به اجاره داد و دسته ژوزه میتواند هموطن خود را با ارزش 15 میلیون یورو خریداری کند. روما هم نیمه‌نهاییگر پرتغالی 25 ساله با نیت خریداری حتمی به اجاره گرفته. اگر شماره معین بازی‌ها به قید گرفته شود، بعداً آن خریداری می شود. موسم قبلی باشد سانچش 2 گل در 23 بازی لیگ یکم به ثمر رسانیده. به نظرم استعدادی به حد تعریف شده بعد یورو 2016 اگر که نسب رونالدو را هم گیرد دیگر به خود نمی آید. تیم آلمانی فولسبورگ باشد بر عوض 35 میلیون یورو نیمه‌نهاییگر رن و منتخب خرواتیا مایر را به دست آورد و با همین شمار چهره‌های تاثیرگذار خرواتی را در یورو فوتبال به مراتب بیشتر نمود. فوتبال بازی 25 ساله با تیم آلمانی شرطنامه تا سال 28 امضا نموده. با قول وست فرانس وولفسبورگ مایر باید که از زمره بازیگران کلیدی تیم سرپرستی شونده فولکسواگن بگردد. در آخر از دسته لاتزیو میگوییم که چطور نیکولا راویلا را از یوونتوس با 2 سال با حق خریداری به اجاره گرفت. نیمه‌نهاییگر 21 ساله یوونتوس با پررگی میتواند بازیگر لاتزیو شود،
زیرا بعد اجاره پارسال در مونسا او را به کلی فراموش کرده است. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.